Мунтахаби футзали Тоҷикистон омодагиро ба бозии даври дуюми марҳилаи гурӯҳи ҷоми ҷаҳон 2024 оид ба футзал оғоз намуд. Якачини футзали меҳан дар даври дуюми марҳилаи гурӯҳи ин мусобиқаи муҳташами сатҳи ҷаҳонӣ бо қаҳрамони феълии сайёра якачини футзали Португалия бозӣ мекунад. тамринҳои тими миллӣ дар донишгоҳи информатсионӣ ва технологии шаҳри Тошкан баргузор гардида бештар аз 1 соат идома намуд. طبق مقررات پس از هر بازی دسته یک روز استراحت میکرد و بعداً تمرین ها را آغاز مینمود. چون دسته ما هدفهای بزرگ دارد از این رو در حال به کار آغاز نمود. با این گونه رقیبان بار اول بازی میکنیم و میگویند که مهارت کسبی تجربه کسبی کم نمیرسد که آینده به فکر خوب میشود. به هر حال نگاه نکرده به آن آمارهایی که ما داریم و در بسیار عامل‌های بازی از دسته مراکش برتری داشتیم. مثلا در زدن ضربه ها ما در عموم 50 ضربه زدیم، مراکش 24، آنها ضربه های انیق 14 تا زدن، ما 23. لیکن حساب 14 به فایده مراکش. باید در این سمت بسیارتر کار کنیم و در لحظه آخر باید بازیگران همون خونسرد باشند. کمتر سررسیمه میشویم. سبب اساسیش همین است. علاقه در تمرین فضلی سردورف و بختیار سالیف اشتراک نداشتند. سپاه نه چندان وزمین برداشتگیرم پس از یک بازی یکم و ما با خرمانکی استراحت بهتر است. مؤلف گل اول تیم ملی فوتبال تاجیکستان در قهرمانی جهان ساماندار ازوموف بر آن نظر است که با تمرین‌های همواره و سرجمی میتوان در مقابل دلخواه حریف بازی ارزنده نشان داد. تیاری به بازی پرتغال است. میخوایم بریم چه قوتی داریم نمایدم دیم تا یک نتیجه خوب به دست بیاریم. ما منتور را زدن در کره حرکت میکنیم در این بازی پرتغال این اشتباه را جبران کنیم. قابل قید است که تیم ملی فوتزال تاجیکستان در بازی اول مرحله گروهی جام جهان 2024 اوید با فوتزال در گروه ای با حساب 2-4 از یکچین مراکش شکست خورد. در دیدار مذکور از هیئت دسته ما ساماندار ازوم و فیضلی سردورف گل زدند. بازی دوم خویش را شاگردان پیرو و هدف در مرحله گروهی جام جهان 2024 با پرتغالیا دایر میکنند. این رقابت سنه 19 سپتامبر در مجمع ورزشی هموارنا شهر توشکان برگزار گردیده ساعت 20 آغاز می شود. در بازی آخری مرحله گروهی سنه 22 سپتامبر منتخب تاجیکستان در بخارا با یکچین پاناما رقابت میکند. طبق مقررات قهرمانی جهان از 6 گروه 2 دسته بهترین و 4 دسته بهترین زینه سیوم صاحب راحتی مرحله پلی آف می شوند.